سلام، چطورین؟ کاملا درست متوجه شدید. تو این ویدیو قراره یه خونه کاملا لاکچری و با جزئیات درست کنیم داخل یه روی ویلیج که خیلی هم خوشگله. اگه دوست دارین با این ویدیوها بیشتر ببینید سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. راستی حرف ما که یادتون نرفته، میخوایم برسیم به 100 سابسکرایبر. و اگه نظری و کامنتی هم داشتین و برام بنویسید. عاشقتونم. لیتس گو. دوستان ما به این آیتما نیاز داریم: دایموند بلاک، بلک کانکریت، اوک پلنک. این پله ها ایونتوری رو فقط نگاه کنید چون بازی یکم باگ داره و دستمون نیاورده. این دکمه سفیدا که توی ایونتوری داری میبینی: پلیت طلایی، لنتر، آیرون دور و این اوک فنسا. خب دوستان میایم اینجا و 10 بلاک میریم اون ور. بعدش این بر میریم تا جایی که میگم ادامه میدیم. آره همینجا. بعد دوستان میایم با یه همچین چیزی درست میکنیم و توشو پر میکنی. بری یا آب بخوری. من اینو ساختم. خب دوستان همینطور که میبینیم من اینجا رو پر کردم و آبتون رو امیدوارم خورده باشید. خب دوستان و بعدش میایم دقیقا همینجا رو به شکل مربع شکل، حالا آره یعنی اینطوری میکنیم. حالا ادامه ویدیو بهتون میگم چرا. بعد دوستان بعدش میایم سراغ بلک کانکریت. شاید بپرسی که بخوایم با این بلک کانکریت چه کار کنیم. دوستان اول ما این جا رو 3 بلاک میذاریم. بعدش هر چقدر خواستید اینو بریم بالا. مثلا من اینقدر میرم بالا. بعد دوستان من که بپیچی یه بلاک دیگه میاییم بالا و اینجوری ادامه میدی. تو کامنت ها بهم بگید که نظرتون تا الان چیه که من کامنت های قشنگتون رو بخونم. ولی دوستان باید حتما دقت کنید که درست بلاک گذاشتین. خب تا که میبینید شکل اینجوری پیدا کرد. بعد دوستان میایم اینجا این دور و برم خالی میکنیم، فقط به جز اون چیزا اینایی که این توه. چون که بیدید چرا؟ چون ما اینجا میخوایم دایموند بلاک بذاریم. حالا فهمیدی که یه خونه لاکچری چه شکلی میشه. خب دوستان همونجا که میبینیم ما تا اینجا اومدیم بالا. 5 بلاک دایموند بلاک میذاریم. البته
دوستان میتونید 6 تا گذاشته بودم، این 5 تاست. میتونین اینجا هم اینجوری کنید. دوستان این دکمه رو از اینجا و اینجا میذاریم و مهم نیست هر دو تا در باز بشه. و دوستان اینجا این پله میذاریم. شاید ببینید چجوری سرعت تو ساخت و ساز اینقدر زیاده، چون یه زیاد ساخت و ساز کردم تو ماینکرافت. و دوستان میایم اینجا بس دوستان اگه هم اینجوری هر طرفش چیز نشد اشکال نداره، یعنی سیویلاکی نشد اشکال نداره. حالا بعدش دوستان ما میایم اینجا و اینجا رو میایم پر میکنیم. دوستان از اینجا تا اونجا، از اینجا تا اونجا دایمن بلاک میذاریم. فکر منظورم فهمیدی که یه خونه لاکچری این باشه چیه. و دوستان میایم این طرف هم همین کار رو تکرار میکنیم. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین تو کامنت ها بنویسین جون آقا جون. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین ولی نمیخواین ادامه‌اش رو ببینید تو کامنت ها بریم بنویسین پارسا متاسفم وقت نداریم، باید بریم به کار زندگیمون برسیم. و دوستان من یه ویدیو داستانی میخوام بسازم که توش یه خونه هم هست. کسی که ندیدن میبینن که این خونه چه شکلی شده. نگران نباشید. و دوستان میایم اینجا رو بازم دایمد میذاریم. خب دوستان همطور که میبینین تا اینجا خونه این شکلی شد. و دوستان میریم سراغ اوک پلنگ، ولی قبلش حتما اینجا رو دایمند بلاک بذارید، چون که اینجا اونقدر ارتفاع نداره که بتونیم در بذاریم. چون دوستان ما میخوایم اینجا یه ارتفاع بیاییم بالا. و دوستان اگه خواستین اینجا بالا این درا، یعنی همینجا واحد خونتون رو بزنید، هیچ فرق نمیکنه بزنید و نزنید. بعدش میام اینجا فنس میذاریم و این طرفم همینطور. باش اینجا پشت بونه.
اینجا هم فنس میذاریم. شاید بگیم که چرا؟ چون که قراره ما از اینجا بریم اونجا، از اینجا بریم اونجا. خب دوستان، میایم یه همچین چیزی درست میکنیم. بعدش اینجا فنس میذاریم. گند زدم آقا، گند زدم دوستان. بعدش میایم اینجوری میکنیم. راستی یادم رفت این برای اوک بذارن. این ویدیو خیلی مهمه. اگه دیدین دوستتون یه خونه آشغال نوبی ساخته، خونه‌شو یا با TNT بتر کنی. اگر خونش چوبی بود آتیشش بزنید و یه همچی خونه‌ای براش بسازین ببینه کیف کنه باد. خب دوستان، اول میری سراغ پشت بوم. شاید بگیم میخوایم چه کار کنیم. دوستان اول میایم اینجوری این صندلی رو راست میکنیم. بعدش اوک میذاریم و ترپتور میذاریم. نه ترپتور نه، پرشک پلیت میذاریم. باش دوستان، این برم اینجا و اونجا هم همین کارو میکنید. ای دوستان، ما فقط میتونیم این قسمت این ویدیو فقط یه دونه صندلی یه 4 نفره درست میکنیم. دوستان این شد پشت بوم ما. خب حالا برید تو خونه. دوستان خب اینجاه که کار سوالتون شروع میشه که میگین اینجا رو باید چی کار کنیم. اینجا دایموند بلاک میذاریم و دوستان یه سطل آب برمیداریم و اینجا رو آب میذاریم. مثلا این استخر تو خونه است، میتونین جکوزی هم حسابش کنید. و دوستان با این لنترها میایم با این لنترها دور خونه رو روشن میکنیم. ناکنید چقدر بهتر شد. و دوستان حالا اینجاست که داستان اصلی شروع میشه. شیشه به این خونه چی میاد؟ معلوم آقا، شیشه مشکی. شاید این که چرا دایموند بلاک رو از ایونتوریم حذف کردم و به جای شیشه گذاشتم. من که دیگه کاری با دایموند بلاک نداشتیم. و دوستان میایم اینجا رو شیشه میذاریم. و شاید این فکت براتون عجیب باشه که روی یه خونه الماسی چرا شیشه عادی نمیاد؟ بنگ دوستا یه خونه لاکچری معمولا شیشه هاش مشکیه و بخاطر همین از این شیشه مشکی استفاده کردم.
خب دوستان میرسیم به این جای خالی. اول میایم تو ایونتوری و این پینتینگ رو برمیداریم، ولی باید 2x2 باشه این عکستون. مثلا این خوبه، اینو میاین میذارین اینجا، بعدش میتونی اینجا بوکشلف و اینچنتینگ تیبل بذارید. بخشید 15 دقیقه یا همون یه ربع وقتتون رو گرفتم، ولی ساختن این خونه خیلی سخته. و دوستان اول اگه بخواین توی این خونه با دوست دخترتون زندگی کنید، یه تخت صورتی برمیداره با یه تخت آبی، ولی ما میخوایم اینجا ویلیجر بذاریم، پس یه تخت قرمز برمیداریم و اگه ویلیجر برمیداریم. ای بابا تخت تو زرم حذف کردم. دوستان اول تخته رو اینجا میذاریم، بعدش یه ویلیجر اسپان میکنیم که باید به این تخته عادت کنه. اگه عادت نکرد میکشیمش و یه دونه دیگه میاریم. اگه عادت نکرد برو بخواب دیگه. اگه این تخته عجب بچه پرویه ها، بذار شمشیر بیاریم پدرشو در بیاریم. بمیر. بعد دوستان اینجا یه روی ویلیجر اسپان میکنیم. بعدش باید هولش بریم به طرف تخت. ای بابا یه روی دیگه اسپان کردی. به نظرم این باید بره بهشت. آها رفت. آها این خوابید. حالا باید یه تخت دیگه بزن که تخت آبی رنگه و ما این تختمون رو اینجا میذاریم. ادامهش رو فردا میدم. صبح بخیر دوستان. الان صبح شده و میخوایم این خونه رو ادامه بدیم. دوستان مثل اون بالا میز و صندلی میسازیم و دوستان حتی بهتون یاد میدن چجوری آشپزخونه بسازین. و تازه تو این خونه قراره وسیله کار ویلیجرها رو بسازم و شما یاد بگیرید که توی خونه لاکچری ویلیجر چجوری کار کنه. چون که 2 نفریم اینجا 2 تا صندلی میذاریم و اگه مهمونم اومد اینجا یه صندلی دیگه میذاریم. بعدش فقط میتونیم اینجا رو این صندلی یه نفره رو بذاریم. خب مهمون میتونه بیاد روی این صندلی رو بشینه. و دوستان میایم اینجا یه برل برمیداریم برل برمیداریم و اینجوری
رو هم میذاریمشون، انگار که یه یخچاله. باش دوستان، میاین یه دونه هاپر و یه دونه با یه خرد پرتی دیگه میاریم دیگه. من ویدیو رو پاز میکنم. خب دوستان، رفتیم برای ادامه. بعد اینجا یه هاپر میذاریم، بعدش این چیزا میذاریم. انگار اینجا یه دونه سینک ساختیم و میایم اینجا اگه خواستین موزیک گوش بدین یه دونه این چیزا برمیداریم، جوک باکس برمیداریم و یه دونه فرنیس برمیداریم. ولی من نمیخوام آهنگ گوش بدم توی خونه. دوستان خب به نظر من یه دونه اینچنتینگ تیبل لم اینجا میذاریم. آره اینچنتینگ تیبل اینجا میذاریم. بعدش میایم وسیله های ویلیجر ها رو میاریم و همین اینا میذاریم. بعدش ای بابا چون یادم نبود این آبو حذف کنم. بعدش دوستان همچین چیزی رو میایم درست کنیم. خب دوستان و تا این شد خونمون که ساختش 22 دقیقه طول کشید و امیدوارم خوشتون اومده باشه. بای بای.